در زمان حضرت عمر فاروق میگه در عرفات همین تا ایستادگی بود حضرت عمر که یک آدم آمد گو از کجا آمدی؟ گو من الکوف من این انت جئت. گو از کجا آمدی؟ گو من از کوفه آمدم. از کوفه آمدی؟ گو بله. گو من انت فی الکوفه، در کوفه کی؟ گو امیر کوفه ام. بر امیر کوفه ام. گفت الان گفت حاجی در کوفه کی امیر کماندی؟ گو یا آدمی را ماندم که از ذهنش قرآن می نویسه، از ذهنش قرآن می نویسه. حضرت عمر گفت که او کیه؟ گفت که او قرآن از ذهنش می نویسه. حضرت عمر در غضب آورده ای آدم. بعد ای آدم گفت که عبدالله ابن مسعود ماندگی هم. به حضرت عمر در جاشش گفت مانند عبدالله ابن مسعود در عصر ما عالم، دانشمند، فقیه نیسته. حضرت عبدالله ابن مسعود گوسپندچران بود. اولین کسی بعد پیغمبر قرآن در درون حرم آشکار قرآن خوانده کی بود؟ عبدالله ابن مسعود بود. زدنش، چنان زدنش برای قرآن آشکار خواندنش، تیخونش کردن و دیگه قرآن خواند. قرآن رو به آشکار در درون حرم خواندن، لحت و کوبش کردن. حتی ابو جهل گوسپندچران، ای گوسپندچران اینه اوی نکی گوسپندچران بس سید المرسلین در خدمتگار شدگی بود. سبحان الله. حبیدی الله جل جلاله. ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود واقعا چی بود؟ این فقیه و این دانشمند و این شخصیت معروف بود در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. حتی در زمان خلافت حضرت عمر هم یک شبی میگه تاریک بود، همین بگم یک شبی تاریک بود. یک کاروان میگه آمد، یک کاروان آمد میگه حضرت عمر فریاد کرد. گفت سینی یک آدم گفت که فریاد کنم این کاروان کیه؟ ای کجا آمدن؟ من فج العمیق الى البیت العتیق. گفتن من این انتم جئتم. گفت از کجا آمدین؟ گفت من فج العمیق الى البیت العتیق. ایا وادی دور آمدیم به سوی خانه خدا رفته ایستادیم. به حضرت عمر همین سخن که شنید گفت در مابین یاگم عالم هستی، در مابین یاگم عالم هستی. فریاد چون که بگو کدام آیه در قرآن عظیم‌تره؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. گو آیتی بزرگتر. کدام آیت محکم‌تر در قرآن است؟ ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. برای مردم خواند. عبدالله ابن مسعود گفت همین آیت. گفت کدام آیت در قرآن یعنی خوفناکتر است؟ لیس بامانیکم و امانی اهل الکتاب. همین آیت را خواند عبدالله ابن مسعود. بعد گفت کدام آیت در قرآن جامع‌تر است؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خواندن عبدالله ابن مسعود. بگو کدام آیه در قرآن امیدناکتر است؟ کدام آیه در قرآن امیدناکتر است که انسانها را، بندگان خدا را امیدناک میسازه، با امید میسازه؟ به عبدالله ابن مسعود امیر خون که قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو غفور رحیم. همین آیه را چه خواندند. بعد حضرت عمر رو گفت که بگوشون که آیا در مابینشون عبدالله ابن مسعود نیست؟ افیکم عبدالله ابن مسعود؟ در مابین شما عبدالله ابن مسعود نیست؟ گفتن عبدالله ابن اللهم عبدالله مسعود فینا. گفتن اللهم عبدالله ابن مسعود فینا. عبدالله ابن مسعود قتیما ای گفت. و در همینجا چی؟ حضرت عبدالله ابن مسعود خودش کار کرد. عالم بهترین صحابه. حتی حضرت عمر هم گفت که یک روز ما وقتا گفت پیغمبر خبرگیری رفتیم یک روز میگه پیغمبر در خانهش بود. میگه که پیغمبر نیافتیم. به مسجد رفت. میگه رفتیم که پیغمبر همیتا عبدالله ابن مسعود در قرآن خوانده است در مسجد تو ای آمین گفته ایستاده. آمین گفته ایستاده پیغمبر. یک از قرآن بخونم پیغمبر آمین بگه چه خیلی سبحان الله. یا بندش آمین بگه چقدر یا عالم اگر آمین بگه بگم دعای فلانی گرفتیم. پیغمبر آمین گفته ایستاده. آمین گفته ایستاده. آمین آمین آمین. و میگه سینما گشت گفت که مغفرتون که قرآن تر تازه از زبان جبرائیل بشنوین. گفتم بله. گو از عبدالله ابن مسعود بشنوین. از زبان عبدالله ابن مسعود بشنوین.
حتی عبدالله ابن مسعود پیغمبر خدا گفت یا عبدالله اقرا علی من القرآن، از قرآن برای من بخوان. گو اقرا و علیک انزل یا رسول الله، قرآن برای تو بخوانم و حالا که قرآن برای تو نازل شده ای. قرآن برای تو گو بخوانم یا رسول الله، قرآن برای تو نازل شده ای. گو یا عبدالله بخوان قرآن، اینی احب ان اسمع من غیری. گفت میخوام قرآن از غیرم بشنوم، میخوام قرآن از دیگرها بشنوم، دیگرها بخوانند بشنوم. و میگه فقرات من سورة النساء حتی جئت من هذه الآیه کیف اذا جئنا من کل امة بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. و میگه همینجا پیغمبر فالتفت الی وجه نبی، به سوی پیغمبر نگاه کردم و عیناه تذرفان، چشمان پیغمبر پر از آب دیده بود. پیغمبر گریان شد. عبدالله ابن مسعود قرآن که خوان، نگاه میکنیم چی؟ عبدالله ابن مسعود قرآن که خوان، پیغمبر گریان شد. این آیت چی معنا داشت که پیغمبر را گریان کرد؟ خدا میگه محمد برای تمام امت در روز قیامت شاهد میارم، اما من تو شاهد بر بالای همین امتت میارم. برای همین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گریه میکنه. برای کی گریه میکنه؟ برای امتش گریه میکنه. برادران عزیز، اگر پیغمبر خدا چی؟ گناه پیشینه عقیبگینش خدا بخشیدگی ای لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. گناه اولی کسی را که در جنت براش گشاده میشه که ای حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ای، نه که برای امتش پیغمبر گریه میکنه. عبدالله ابن مسعود شخصیتی به حد بزرگوار و شخصیتی بودن که دایم در خدمت اسلام و مسلمین بودن. حتی همین ابوذر هم در یک جنگ از جنگ ها میگه یکی از جنگ ها ابوذر غفاری در جنگ خفامون و گمش کردن. با پیغمبر خدا گفت به کاوم با کافتن هم صحرا دریافتنش بگوی ابوذر. ابوذر گفت تنها میگردی؟ نگه تنها گو زندگی میکنی، تنها منبری، جنازه تر یک گروه مسلمان ها میخوانند، بگو در روز قیامت با تنها میخیزی. تنها میخیزی. ابوذر غفاری در زمان حضرت عثمان زبدیه میگن در یک صحرا هموجا زندگی میکرد. بعد ابوذر غفاری هموجا زندگی میگه کرد قطعی همین زنش بود، خودش بوده همین زنش دیگه هیچ که نبود. که نفس پیغمبر رفت آخی. بعد میگه هموجا زندگی میکرد. بعد میگه ناگهان چیکار کرد؟ بعد میگه زنش وقتی مردن ابوذر غفاری زنش گریه کرد. بعد سینی زنش گفت که چی گریه میکنی؟ آخه برای تو گریه میکنم ابوذر. تا این صحرا هیچ کس نیست که ترا جنازه تا بخونه، تکفینت کنه، کفنت کنه. امروز کسی نیست که ترا دستگیریت کنه. امروز چیکار کنیم؟ گفت سینی زنش گفت که زنه گریه نکن، غمگین نشه. حبیب خدا من گفتگی بود که ابوذر تو تنها میبری، تنها میخزی. ترا یک گروه مسلمانان جنازه ترا میخوانند. ابوذر غفاری. و میگه در همین حالت میگه سینی زنش گفت که زنک جان غمگین نشه، رو افتاده نشه، من همین چهارراه را ببرا. بعد مردن من برو در همینجا چهارراه ده یک گروه مسلمانان میان جنازه من میخوانند. بگن یک گروه مسلمانان با میگه برآمد، زنش میگه برآمد همون چهارراه که عبدالله ابن مسعود قطعی یک کارمان آمده ایستاده. گو چیکار میکنی زنی ابوذر گریه میکنی؟ گو ابوذر ای دنیا گذشت آخی، گریه من همینه. گو گریه نکن. با پیش در آمدن رفتن، یعنی ابوذر غفاری میگه کفن کرد عبدالله ابن مسعود و جنازش خواند و وقتی یعنی به سرای آخرت روانش کرد. این عبدالله ابن مسعود بود، یک گوسپند چران در زمان پیغمبر. اینقدر فقیه، اینقدر دانشمند، اینقدر انسانی والا می شود. برای چی؟ برای آنکه خداوند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعلیم دادگی بود. علمنی ربی میگه من خدا عالم دانشمندم کرد. اگر خدا پیغمبر دانشمند نمیکرد کی میکرد؟ ما و شما را مگر الله علم نته، مال نته، دنیا نته، فرزند نته، هیچ که ما را داده نمیتونه. برای همین دعا میکنیم پروردگارا اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و اوحینا
حياة طيبة والحقنا بصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين ولجميع المسلمين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. الکوسیم بابای حاجی پروردگارا به این روزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 63 سالگیشون از دنیا گذشتن امروز برایشان تبریک مبارکباد میکنم. پروردگارا پیروی حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خودشه و ذریه‌هاش و فرزندهاش تمام اولاد و اجدادش پروردگار پیروی حبیبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شو بگردون. پروردگار از حوض کوثری حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سرابشون بگردون. از شفاعت حبیبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با نصیبشون بگردون. این جمعیت ما را پروردگارا عمر درازی با برکت سعادت دارین برای یک این جمعیت ما نصیب بگردون. پروردگار اینم از حوض کوثر حبیبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سرابشون بگردون. از شفاعت حبیبت صلی الله علیه و سلم با نصیبشون بگردون برحمتک یا ارحم الراحمین.